سلام، اومدیم به اولین ویدیو من. خوش آمدید. من امیرعلی هستم و اومدم بهتون یاد بدم چجوری بازی زیر خاکی رو بازی کنید. حتما لایک و سابسکرایب و فراموش نشه و کامنت هم بذارین و برو بریم بازی رو یاد بدیم. و این اولین ویدیو منه و کانال منو دنبال کنید. خب حالا اومدیم که اگه مثلا زیرخاکی داریم، مثلا زیاد خوب نیستیم، من میتونم بهتون مثلا یاد بدم. اگه مثلا میخواین بخرین این ویدیو ذخیره کنین، در وقتی که خریدین بهتون یاد بده این ویدیو ببینین و یاد بگیرین. و اگر هم نمیخواین بخرین، بهتون پیشنهاد مثلا تا حالا مثلا زیرخاکی رو نشنیده بودین، میدم که زیرخاکی رو بخرین. تنها قسمت قیمتش هم 300 تومنه. بعد اگه مثلا تو مشهد، مثلا تهران، اینا همه جا هسته، ولی من از گرگان خریدم. گرگان نه، همین شهر کتاب. من جای دیگه هم شهر کتاب که 300 میداد. من از شهر کتاب خریدم. خب بچه ها، چون که من گوشی دارم، بچه های 1% من گوشی میفته. اولین کاری که میکنیم این کارتا رو مشاهده میکنیم. اولین کاری که میکنیم اینا رو میبینید که شکل انگشتر داره. این انگشتر رو باید اینجوری جدا کنیم. این انگشتر رو جدا کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. باید انگشترتون 8 باشه. اینو حالا ما زیاد فعلا باش کاری نداریم. حالا ما 2 تا مثلا جای کارت اینا داریم. یکی کارتای سوخته، یکی کارتای اصلی. کارتای سوخته چجوریه؟ از این شکلایی که میبینین هرچی عدد 2 فقط 2، هرچی عدد 2 رو میذاریم اینجا و ما یک کارتی داریم که الان من نمیدونم، پیداش کردم. کارتی داریم میشه سکه. همه دوها با یه دونه 4. این 4 شبیه سکه. با این 4 دوها با این 4 رو میذاریم اینجا. اینا میشن کارتای سوخته. الان من این 4 2. بعضی کارت های دیگه که مثلا عددشون 2 نیست، مثلا این 5 رو اینجا میذاریم، این 2 اینجا، مثلا این 7 رو اینجا میذاریم، این 2 اینجا. من تا بچینم بچه طول میکشه، من استوب میکنم. خب بچه ما جدا کردیم و اینا کارت های اصلی هن. اینا که زیادن ما اینجا میذاریم و کارت های اصلی رو اینا رو داریم. ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کارت داریم. 10 تا مدل کارت. یکی فرشه که قابلیتش بعدا بهتون میگم. یکی فرشه، یکی خنجر. اینا کارت سوختن. نگاه میبینید 2 دیگه. این فقط 2 نیست، این 6 نیست تا 2. بعد استرلاب، یعنی استرلاب، تفنگ، کلید، صندوق، مار، نقشه و همین سکه و زین. اینا کارتای سوختن. ولی حالا ما بازی شروع می‌کنیم و قابلیت ها بهشون میگم. ما الان این زیاده کارت های سوخته اینجا میذاریم. کارت اصلی رو اینجا میذاریم. کارت های سوخته که اینا کمترن رو اینجا میذاریم. حالا ما مثلا بازی شروع میکنیم. مثلا من اینو میذارم، مار میاد. قابلیت مار چیه؟ مار اینه که ما اگر مار رو اینجا بذاریم
در بیاد از کارت های اصلی، بعد 2 تا جریمه بکشیم. بعد مثلا اینجوری 2 تا جریمه میکشیم، اینجوری 2 تا جریمه میکشیم. بعد مثلا توش مار میاد. بعد مثلا ما 2 تا که میخوایم بکشیم، همین اول نگاه این ماره بود، بعد یه دونه میکشیم مار میاد. اگه 2 تا شکل شبیه هم بیان میبازی و کارتایی که الان تو زمین گذاشتی و بیای تو کارتای سوخته بذاری و قابلیت مار اینه. و اگر هم مثلا اینجوری 2 تا آوردی تفنگ و اسطوره‌العاب شبیه اینا نبودن، قابلیتاشون نمیتونی استفاده کنی، چون یه مار نمیذاره قابلیتاش استفاده کنیم. بعد اسطوره‌العاب چه کاری میکنه؟ ما اگه اسطوره‌العابو بذاریم میتونیم کارت بعدی رو ببینیم، به نفعمونه. مثلا شاید بخوایم ادامه بدیم، مثلا اسطوره‌العاب نداشته باشیم بخوایم ادامه بدیم، مثلا شاید تفنگ باشه. اگه اسطوره‌العاب داشته باشه ببینیم، شاید مثلا دارم میگم تفنگ باشه، بعد بگیم ادامه نمیدم و همه کارت برای خودت میشه. میتونیم بگیم مثلا ادامه نمیدم، همه کارت برای خودت میشه اگه مثلا مساوی در نیاد. حالا تفنگ کارش چیه؟ الان مثلا این کارتو، این یه دونه کارتو هر حریف الان برای خودشه، مثلا تو زمین اینجا نیست، برای خودشه. اگه تفنگ رو من بیارم میتونم کارتشو حذف کنم و میره توی کارتای چی سوخته. حالا زین چه کاری میکنه؟ اگه زین بیاد، مثلا این کارت خودمه، مثلا این کارت خودم برای خودمه، بعدش بازی میتونم از کارتای خودم بیارم توی بازی، مثلا اینو میارم اینجا. فهمیدین؟ زین چه کاری میکنه؟ حالا سکه قابلیتی نداره، فقط مثلا اعداداش زیاده. حالا نقشه، این نقشه اگه بذاری از کارتای سوخته رو، این کارت سوخته اینجوری بر میزنی، اینجوری 3 تا رو نشون میدی، هر کی که نقشه رو گذاشته از این 3 تا و یه دونه رو برداره. مثلا کلید رو برمیداره. حالا کلید قابلیتش چیه؟ کلید تنها قابلیت، این کلید تنها قابلیتی نداره. نقشه رو فهمیدین دیگه، تنها قابلیتی نداره، مثلا یه قابلیت خاصی داره. حالا مثلا اگه کارتش اومد بگم این سکه، بعد بهترین امتیاز اینه، این سکه ولی 9. ما مثلا این قابلیت 7 اینا به جز سکه تا 7 داریم، ولی سکه که قابلیتی نداره تا 9 داره. 9 بالاترین امتیاز و به این امتیازات هم باید دقت کنیم. حالا صندوق چیه؟ من گفتم کلید مثلا قابلیتی تنها نداره، صندوق هم قابلیتی نداره، ولی اگه کلید و صندوق یه جا با هم بیان میتونی 2 تا اینجوری نگاه کن، مثلا 1 2 تا اینجوری بکشی. مثلا این الان کلید اومد دیگه، باختی دیگه. ولی چون که صندوقه، کلید و صندوقه، حتی به بازی هم کارت برای خودت میشه. ولی اگر هم مثلا این میاد، مثلا این میاد، مثلا این میاد، ولی اگه این بیاد مثلا درسته، مثلا بازم میتونی ادامه بدی، مثلا یه دونه میتونی برداری، ولی چون یه کلید صندوق اومده نمیذاره دیگه برداری، بعد دیگه کارت برای خودت میشه. فهمیدین کلید صندوق برای چه قابلیتی دارن؟ حالا فرش، مثلا دارم میگم این کارت ها رو میذاری، مساوی هم در نمیاد. مثلا این کارت ها رو میذاری مساوی هم در نمیاد. بعدش فرش میاد، بعد دوباره میگیم من ادامه میدم، بعد کلید میاد و همه کارتات حذف میشه دیگه، میاد تو کارتای سوخته. ولی فرش از کارت قبلی محافظت میکنه، فقط کارت جدید و فرش میره، اینا میره تو کارتای سوخته، بعدیات و قبلیات رو میگیری برای خودت میشه. حالا این چه کاری میکنه؟ این بهش میگه خنجر. مثلا این برای مثلا حریفه، مثل تفنگ بود، کارتشو میزدی میرفت تو کارتای سوخته، ولی این کارتشو میزنی برای خودت میشه، نمیره تو کارتای سوخته.
فهمیدی مثلا خنجر چه کاری میکنه. الان این مثلا میاد اینجا وسط. بعدش وایسین بچه‌ها. خب همه رو گفتم بچه‌ها. حالا باید دقت کنین ها، مثلا 4 5 چیزی تو کارت سوخته نذارید، فقط 2 4 سکه مثلا همون زرده، فهمیدی، همون که قابلیتی نداره. فهمیدین تا اینجای کار؟ خب تا اینجای کار فهمیدین؟ پس چه 10 دقیقه شد. بعد وقتی که میگیری براتون این کار اینا میان، اینا رو به نیاز نداری، چون اگه فیلم منو ببینی یاد میگیری. من از همینا دیدم. بعد حالا قضیه انگشتر رو چیه؟ من بعد اول این کارتا رو بهتون میگفتم، الان که یاد گرفتین بعد انگشتر رو مهمه. این انگشتر اسمش زرگره. حالا مثلا الان برای من نشون نمیده، نوشته الان زرگر، مثلا برای من چون چپه دیده نمیشه، نمیشه زرگر. این آخر کار مثلا بازی تموم میشه، کارت اصلی تموم میشه، بهش 5 امتیاز، مثلا 5 امتیاز اضافه میکنه، مثلا شاید ببری، مثلا زیاد کار بردیم. حالا مارگیر چیه؟ مارگیر اگه مار میامد بعد 2 تا جریمه میگرفتیم که شاید هم مثل تکراری بیاد دیگه. این مارگیر نمیذاره جریمه بگیری، نمیخواد جریمه بگیری. قابلیت مارگیر اینه. حالا قابلیت نقشه خان چیه؟ نقشه خان ما 3 تا از کارتا اینجا بر میزدیم میریدیم، از یه دونه میریدیم دیگه از کارتا سوخته. همه کارتای سوخته رو با نقشه خان میبینیم، یه دونه شو برمیدیم، همه شو. این نقشه خان به همین بعد درد میخوره. حالا زورگیر، ما مثلا ما تفنگ میاریم، یکی رو میخوایم بزنیم، اون زورگیر داره، نمیتونیم بزنیم، نگاه عکس تفنگ هم داره دیگه، اینجوری نمیتونیم ما اونو بزنیم چون که زورگیر داره. حالا طالعبین چیه؟ این همین اسرلابه. مثلا اسرلاب که میامد بعد یه دونه هم میدیدی دیگه، مثلا بقیه هم بعد میدیدم، مثلا خودت فقط نمیدید. ولی اگه اسکارت طالعبین رو داشته باشی میتونی 3 تا رو ببینی از کارتای اصلی که به کسی هم نمیتونی نشون بدی. اینش خوبه. طالعبین خیلی خوبه. حالا مالدوس هم خیلی خوبه. ما اگه نگاه کلید و صندوق، این کلید این صندوقه، اگه کلید و صندوق با هم می آمدن 2 تا کارت میگرفتی دیگه. اگه مثلا شبیه هم بودن اشکالی نداشت، اگه نبودن که با هم میگرفت. این مثلا تو 3 تا تو رو زمین کارت داری دیگه، پس کلید و صندوق با یه چیز دیگه. اگه کلید و صندوق بیا بعد این کارت هم داشته باشی، به اندازه کارتایی که داری میگیری. مثلا 5 تا داری 5 تا کارت میگیری، 3 تا داری 3 تا میگیری، اینجوریه. مالدوس اینه. حالا تیغ زن، ما اون خنجر رو مثلا ما خنجر میاریم از کارتش میخوایم بگیریم، تیغ زن داره نمیذاره بگیریم، مثل تفنگ هسته، مثل همون تفنگ بود، مثل زورگیره. حالا رند مثلا واسه بچه‌ها مثلا اینجوریه که اگه مثلا زین میامد میتونی یه کارتی از زمین خودت بیاری دیگه، 2 تا میتونی کارت بیاری، مثلا کار بردی نیست، 2 تا میخوایم بیاریم چیکار کنیم؟ خیلی مسخره این رند. حالا ما اینا رو گفتیم دیگه. حالا اینجوریه که ما مثلا تا 4 نفر میشه بودیم، اگه مثلا 2 نفریه 2 تا به این میدی، 2 تا به خودت، و اینا رو اینجوری میبینی، اونم اینجوری میبینه. از این 2 تا مثلا این 2 تا رو من دارم، اینو انتخاب کنم، اینو حذف میکنم. این مثلا این 2 تا رو داره، مثلا این مالدوس رو میگیره، زرگر رو حذف میکنه.
از مثلا این کارتا که 2 تا بهت میدم بعد یه دونه رو انتخاب کنید. مثلا اگه 3 نفری باشه 1 نفری کسا نمیشه. اگه 3 نفری باشه 2 نفر به این طرف، 2 نفر به این طرف، 2 نفر به این طرف، 2 نفر به این طرف. و میبینیم از همه یه دونه برمی‌داریم. حالا اگه 4 نفری باشه همین 2 تا هم می‌داریم. همه رو میبینیم بعد از همه یه دونه خودمون یه دونه برمی‌داریم. بعد تمام. انگشتر رو اینجوری بعد بچینیم. حالا یه جای کار مهمه. الان مثلا ما مثلا همین اینا حالا با انگشتر کاری ندارم، الان با کارت سوختن کاری ندارم. حالا مثلا تو مثلا دارم مثلا نگاه کنین ما اینجوری بعد بشیم. مثلا الان 5 کارت داریم اینجوری. نگاه کنین بچه اینجوری ردیفی بعد بچینیم. بعد حالا ما مثلا 2 تا کارت از یه دونه داریم مثلا تو زمین خودمون. نگاه کنیم نگاه این 2 فرش اینم 7 فرش. حالا ما اینجا رو بعد چی جوری بچینیم؟ مثلا این 2 فرش دیگه این 7 از 2 بزرگتره دیگه. 7 رو روی 2 میذاریم. فهمیدین چی شد؟ 7 رو روی 2 میذاریم. بعد هر وقت که میخوایم امتیازات رو بخونیم مثلا اینجوری چیدیم. این بچه ها من براتون بچینم. مثلا دارم میگم ما اینجوری که چیدیم الان این کارت ما داریم ردیفی چیدیم. الان این کارت ما داریم این 2 این الان اینجا کارت چیزه. الان ما اینجوری میچینیم دیگه. 2 پایین 7 میذاریم دیگه. هم ند مثلا 2 هم 7 رو نمیشماریم، فقط عدد بزرگتر میشماریم یعنی 7 دیگه. با این 2 زیرش کاری نداریم. این 2 این 7 میشه 9 با 2 میشه 11 با این 2 میشه 13 با این 9 هم میشه 20. نگاه کن الان این 4 و 9 دیگه 9 رو میشماریم دیگه 4 رو نمیشماریم. با این 9 و 13 میشه 22. فهمیدین؟ توضیحات به پایان رسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خداحافظ.